پیش از همه اجازه فرمایید. کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند مجلس دایر نمود و رئیس تازه تعیین معرفی کرده شد. در مجلس مذکور رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت میرزا قاسم کریمزاده و رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند اشتراک نمودند. اعضای تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن مجلس غیر نوبتی کمیته اجرایی شهر خوجند را برگزار کرد. تاکید کرده شد که برای بلند برداشتن دانش سیاسی اهالی در سال معرفتی حقوق کارها باید بیشتر به راه مانده شود. ما از پیام امساله سرور دولتمان نقطه‌های مشخص را شنیدیم که برای بهبودی حیات اقتصادی اجتماعی جمهوری ما، برای بلند رفتن سطح و صفت زندگی مردم ما، برای بهبودی مخصوصا ساحه‌های اجتماعی خیلی که هر یکی ما و شما آگاه بودیم 40% زیاد شدن معاش این کاری سهل و آسان نیست. همه این از توجه و غمخوری‌های پیشوای معظم ملتمان روحی می‌دهد. برنامه مخصوص حزبیان طرح‌ریزی گردیده است که آن برای نگاه داشتن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان نگرانده شده است. کارمندان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در بلند برداشتن افکار مردم و راهنمایی به زندگی شایسته نقش مؤثر دارند. تاکید گردید که توجه حکومت جمهوری در سمت بلند برداشتن نقش و مقام زن در جامعه بیشتر گردیده از حساب زنان و دختران لیاقتمند شماره زنان راهبر زیاد شده است. جشن 30 سالگی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در وضعیت تجدید می شود که وطن عزیزمان در پرتو سیاسی خردمندانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشروی ملت، پرزیدنت کشور، رئیس معظم حزب خلق دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان راه به سوی آبادی و سازندگی نهاده است. تجلیل 30 سالگی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان جشن عادی نبوده، آن یک نوع جنبشی فعالیتی 30 ساله حزب است که در صفهای خود زیاده از 500,000 نفر اعضا دارد. طبق بند 4 و 19 آیین‌نامه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در موافقه با رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نامزدی پولات و منصفه برای انتخاب گردیدن به حیث رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند پیشنهاد کرده شده با جانبداری اعضای کمیته اجرایی وی همچون رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند انتخاب گردید. من بعد با جامعه عهد و اتفاق کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند با دستور و راهنمایی‌های رئیس معظم حزب محترم امامعلی رحمان مجلس‌های کمیته اجرایی مرکزی بندهای برنامه و آیین‌نامه‌های حزب را سرمشق فعالیت خویش قرار داده من بعد برای رشد و آبادی انهیم میهن طبق شعار حزب خلق دموکراتی تاجیکستان برای وحدت و رشد استوار اقتصادی و زندگی شایسته مردم سهم خویش را گذارند. منصفه پولاتووا 16 سپتامبر سال 1985 در شهر خوجند عائله زیایی به دنیا آمده است. پس از اتمام مکتب به دانشگاه دولتی خوجند داخل شده با اختصاص روزنامه‌نگاری آن را ختم نموده است. فعالیت مهنتیش را در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان به حیث کاتب کارگزار آغاز نموده از سال 2010 پر را به فعالیت آموزگاری شروع نموده است. از اکتبر سال 2022 تا ماه فوریه 2023 به حیث مدیر شعبه تبلیغات و اطلاعاتی کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت فعالیت نموده. عین زمان نامزد علم‌های تاریخ مدیر کافدره فن‌های جمعیتی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان میباشد. گزارش مفنشکور و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.